شدن مرکز ملی آزمایشی تعلیمی اویدی نظارتی سرایتی در مرکز ملی بیماری‌های سیرشور و جراحی قفس سینه در اون است که باید آموزانیم متخصصانی که در اینجا فعالیت دارند. بعد از اون متخصصان سیلشناسی تمام جمهوری رو باید که با این نظارت سرایتی که محافظت خودی که متخصصان همشیروی شفقت و همشیروی خوجگیداری و فراشون باید نظارت سرایتی رو دانند و خودی که همون خودشون را حمایت کرده توانند از سرایت شوی با چوبچه میکروبی سیر. در دوام سال 2014 متخصصان خودی که مرکز ملی بیماری‌های سیرشور و جراحی قفس سینه رو باید آموزانیم و بغیر از این متخصصان سیلشناسی تمام جمهوری تاجیکستان رو آموزانیم و در سال 2015 نصیب است که به نقشه گرفته شده است که ما متخصصان سیلشناسی جمهوری همسایه را هم جلب کنیم و آنها را هم آموزانیم با این نمود تعلیم نظارت سرایتی.